سلام به همه شما دوستای همیشگی خودم. آقا این نظام ولایت فقیه بعد جوری آب لنبو شده، یعنی از هر طرف که فشارش میدی زهر و نکبت و بدبختیه که همینجوری میریزه بیرون. یه نمونهش همین همایش قوه قضاییه‌شون بود. خرمورای نظام دور هم جمع شدن که مثلا همایش بذارن، اما ته خط همایش تبدیل به نمایش مصیبت و فضاحت شد. اولش شیخ فری اومد و یه جفتک اعتدالی گذاشت زیر چونه دراکولای نظام، یعنی آمولی لاریجانی. قضایی که همه ملت را، همه مردم را، همه متظلمین را، همه شاکیان را برابر ببیند. این را هم مردم باید در مقام عمل ببینند و لمس کنند و هم باید افکار عمومی جامعه ما و جهان اون را پذیرا باشد. بله، شیخ فری دنبال نقاب اعتدالی خودش و وضعیت بچه اکبر کوکسه است. میگه اوی من صادق، ما رو جلوی طرف حسابای غربی سکه پول نکن، کار دستمون نده. پس این از شاخ به شاخ شدن رئیس قوه مجریه آخوندا با رئیس قوه قضاییه شد. اما از این جالبتر شکراب شدن بین خود لاریجانی هاست. بله، پاسدار علی لاریجانی تو این همایش قضایی همچی یه نیشگون معنیدار از داداش عمامدارش گرفت و اینطوری گفت. یکی از چالش هایی که ما در قوه قضاییه داریم که در بیانات رئیس محترم قوه قضاییه هم مطرح شد، اینکه ما تعداد زیاد پرونده در سال در قوه قضاییه داریم که بیان شد 15 میلیون پرونده. اما باید دید در کشورهای مختلف چگونه با این پدیده برخورد کردن و آیا چنین وضعی دارن. من به ضرس قاطع به شما میگم اکثری کشورهایی که از یک نظام یافتگی در توسعه برخوردار هستند چنین وضعی ندارن. پس یک مشکلی از ما در داخل داریم. آها، یعنی اینطور که بوش میاد فروپاشی کل نظام یه جورایی از فروپاشی برادران دالتون، یعنی همون لاریجانیا استارت خورده. یعنی رأس مجلس لاریجانیا یقه رأس قضاییه رو گرفته و میگه موی دماغ جماعت جام زهری نشو. اما حالا بشنوید از ممصادقشون که همچی بیدنده و ترمز میزنه به تیپ و تاپ شیخ فری و داداش وسطیش. این دراکولای ناوکار تا دلتون بخواد روزه ولایی میخونه. مثلا یه جا میگه مخصوصا امنیت خارجی وقتی پرونده های مهمی مطرح هست، خب اگر بنا باشه هر وکیلی بتونه بیاد، چگونه میشه تحفظ کرد بر بسیاری از اموری که واقعا نباید انتشار پیدا کنه و نشر پیدا کنه. در این خصوص این جرایم امنیتی، حالا داخلی یا خارجی، و برخی جرایم خاص دیگه، از میان وکلایی باید باشه که رئیس قوه به اصطلاح تجویز میکنه. داره بر اساس همین مصلحت سنجی بگیم که مهمترین اسرار کشور وقتی در یه پرونده مطرح هست، قاضی حق داشته باشه وکیلی رو که راه میده به این پرونده وکیلی باشه که مؤتمن باشه، مورد اطمینان باشه. بدانیم که این مسائل را به جای دیگری منتقل نمی کنند. به این میگن لاپوشانی همه بخورها و به چاپا به اسم مصلحت سنجی نظام و حفظ اسرار. تازه این فقط یه تیکه از شاخ و شونه کشیدنهای این دراکولا بود. بعدم رفت سراغ چنگ و دندون نشون دادن به مردم و خط نشون و اینکه ال میکنیم و بل میکنیم. برخی از این پارک ها که گزارش میکنن به من در همین تهران ما چه وضعیتی داره، بعضی از خیابان های ما چه وضعیتی داره. واقعا باید دستگاه قضایی در حد میسوش وارد بشه، به کمک ضابطین داره زحمت میکشن، تلاش میکنن، بیشتر تلاش کنن در راه اقامه شریعت اسلامی و اقامه احکام الهی. از هیچی نهراسید. در بحث
لغو پاره از کنسرت ها توضیح بدم. من متاسف میشم شنیدم در یه مجلس یه روحانی بلند شده گفته لغو این کنسرت ها خلاف حقوق عرض میکنم مردم هست. واقعا تعجبه. حقوق مردم چند طرف داره. یه حقوقش هم این است که برخلاف موازین شرعی نباشه. اولا این داستانی که در بحث لغو کنسرت ها در روزنامه ها و رسانه ها پیش آوردن واقعا کار تبلیغاتی بود. منظورش از یک روحانی خود شیخ فریا که این حرفو زده بوده. حالا رفقا خودتون این همایش جرواجر قضاییه رو بذارید کنار وضع و اوضاع نظام تو دمدمای ضرب الجل تا نتیجه موشکافانه قضیه از توش در بیاد. 2 کلمه بیشتر نیست. من نمیگم، شما بگید. چیه؟ آهان ای والا، بنبست آقا جون، بنبست. از هر طرف که برن با عمامه میرن تو دیوار. دست خودشون هم نیست، ته خط که برسی همینه.